حادثه وحشتناک آریانا سعید در کشور استرالیا. دلیل سفر آریانا سعید به کشور استرالیا چی بوده است؟ وضعیت ناگوار صحی آریانا سعید، گریه‌های جانسوز اصلی برای نامزدش. اکنون آریانا سعید در کدام کشور است و مصروف چی کارباری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از صداهای سوریه که شهرت و محبوبیت خاصی در میان هنرمندان افغانستان داشته است. آریانا سعید از سن نوجوانی علاقه به سرودن آهنگ داشت، ولی با مخالفت‌های نامزد سابقش نمی‌توانست در هنر موسیقی افغانستان قدم بگذارد. آریانا سعید از نامزد سابقش جدا شده است. وی بعد از جدا شدن از نامزدش به کارهای هنریش به یک بار آغاز کرد. شهرت و محبوبیت خوبی در میان هنرمندان افغانستان در مدت بسیار کوتاهی کسب کرد. حتی من حیث داور در بزرگترین برنامه موسیقی در افغانستان اجرای وظیفه می کرد. آریانا در سال 2018 با مدیر برنامه‌هایش اسیب نامزد شد. اما سال کنسرت‌هایی را در سرتاسر جهان برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می کند. آریانا سعید چند قبل کنسرت‌های پی در پیش را در کشور استرالیا برگزار می کرد که در ختم یکی از این کنسرت‌ها آریانا سعید مورد سوء قصد جانی از طرف افراد نامعلوم قرار می گیرد، ولی تاکنون این خبر از طرف آریانا سعید و اسیب تایید نشده است، ولی دوستداران آریانا سعید این خبر را تایید کردند. آریانا اکنون در کشور ترکیه است و پیامی که در صفحه اینستاگرامش بابت یک مدت دوری از تمام هنر موسیقیش نشر کرده بود مورد نقد و نظر شدیدی قرار گرفته است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. همراهان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان تمنا دارم. تا درودی دیگر، امیتان را به علای منان سپرده موفق باشید.